سلام عزیز دل، وقتت بخیر باشه. اومدیم با آموزش صرافی تبدیل به صورت قدم به قدم، گام به گام، سیر تا پیاز صرافی تبدیل رو بهت بگیم. اولین نکته که میخوام بهت بگم این سوالی که همه کاربرا همون اول از من میپرسن، میگن آقا ویژگی یک صرافی خوب چیه؟ من میگم ویژگی یک صرافی خوب رابط کاربریه که طرف رو اصلا گیج نکنه و این ویژگی و صرافی تبدیل به شدت داره، یعنی رابط کاربری خیلی خیلی آسون که تو این ویدیو کامل جامع بهت میگیم. خیلی از افرادی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال میشن دغدغه‌شون اینه که آقا میگن آقا ما بلد نیستیم این رمز ارز رو بخریم، تو این صرافی گیر کردیم، یه بار میره پنل قدیمی، یه بار میره پنل جدیدش، اصلا معضلیم با این قضیه. زنگ میزنیم به پشتیبانی دیگه جواب نمیده، اوضاع ارز دیجیتال هم حالا تغییر کرده و بهتر شده، اصلا دیگه تماس تلفنیشو بسته و این بدترین اتفاق برای کسی که هیچی بلد نیست. به اون کسی که حرفه‌ایه یک جو مشکل داره. پس الان دو تا ویژگی گفتم، یکی رابط کاربری خیلی خوب، دومی پشتیبانی. انقدر این پشتیبانی خوب هستش و 24 ساعته هستش که تو هر موقع شب زنگ بزنی جوابتو میدن، تلفنی جواب میدن، به علاوه اون تیکتی که راحت میتونی بزنی و اون مشکلتو حل میکنن. مهمترین نکته ای که تو باید اینجا خاطرت باشه، صرافی باید انتخاب کنی که پشتیبانی داشته باشه، رابط کاربری آسان داشته باشه، چه توی دسکتاپش چه توی اپلیکیشنش. سومین ویژگی باید یک صرافی خوب ایرانی داشته باشه اینکه آقا تعداد کوین و توکناش زیاد باشه. خیلی از شاید کوینا، جیم کوینا، میم کوینا اگه عرضه میشن بعد توی صرافی ایرانی لیست بشه دیگه. خیلی از صرافی‌ها دیلی دارن، یعنی تو از اون بازار عقب میافتی. یه رمز ارزی هستش که سود خوبی داره میره، رشد خوبی داره میره، بعد 6 ماه یک صرافی داره میاره. نه، ولی توی صرافی تبدیل به سریع ترین حالت اون رمز ارزی که به قول معروف ترند بازاره رو میاره و لیست میکنه و بیش از 300 تا کوین توکن لیست شده توی صرافی تبدیل. نکته چهارم که خیلی مهم هستش اینه که آقا صرافی تبدیل 2 دقیقه احراز هویت میکنه و این ویژگی خیلی خوبه. سریع احراز هویت انجام میدی، سریع وارد بازار میشی. اینجوری نیستش که 2 روز واستی به خاطر اینکه احراز هویت بشی یا نشی، عکس درست هستش یا نه. همونجا به زنگ میزنم میگم آقا اگه عکست خرابه عکست درست کن، همونجا باز دوباره میفرستی و همونجا تایید میشی. و اینو برای این میگم چون خیلی دیدم صرافیایی که بعد 2 روز میگه آقا این عکست مثلا درست نگرفتی، باز 2 روز دیگه، یعنی چندین روز درگیر از هویت میشی و از بازار خوب ارزهای دیجیتال که الان خیلی خوب شده عقب میفتی. مورد پنجم اینه که آقا یک صرافی خوب باید حجم معاملات بالایی هم داشته باشه و تو نری باز گرونتر از بازارهای جهانی اون کوین رو بخری، اون توکن رو بخری. و این نکته مهمیه که صرافی تبدیل جزء 3 تا صرافی برتر و پرحجم کل بازارهای ایران کرده. اگه بخوام خیلی ساده بگم درباره حجم معاملات، اینی که آقا تو باید بهترین قیمت بفروشی، بهترین قیمت هم باید بخری. مثلا توی خرید تتر یکی از صرافیایی که به جرئت میتونم بگم که خیلی سریع برای خرید و فروش انجام میده توی تتر و کوینای دیگه که داره همین صرافی تبدیله، چون 500,000 کاربر فعال داره و این خودش یک نوع برتری نسبت به صرافی دیگه. بریم سراغ مورد آخر که مورد خیلی جذابیه برای کاربرای حرفه‌ای و متوسط، اونم بریفه. آقا بریف همون قضیه صرافی بینیکس و مکسی و بایننسی که معاملات اهرم‌دار یا فیوچرز کار میکنه دیگه نیازی نیست بریم اون سمت. با کارمزد خیلی پایین تو میتونی معاملات فیوچرز تو انجام بدی در صرافی تبدیل که حالا با یه سیستم خاص خودشه بهش میگن بریف، ولی این اتفاقه بالاخره تو ایران افتاد و خیلی هم جذابه. یکی از ویژگی مهم صرافی تبدیل توی سیستم بریفش 10 برابر شدن پولته. چجوری؟ میگم آقا اهرم داره، اهرم 10 داره که خیلی از صرافی‌ها همچین ویژگی ندارن و این امتیاز خیلی خوبیه برای کسی که سرمایه‌اش کم، مثلا $100 میخواد $1000 ترید کنه و میتونه هم از بازار نزولی کسب سود کنه هم از بازار
سودی. نکته آخر میخوام دلی بهت بگم عزیز دل من، اگه میخوای صرافی تبدیل رو به اندازه کسی که 1 ساله داره تو صرافی تبدیل رو ترید میکنه بلد باشی، اینی که اون دفتر قلمتو بیار، بعد برو جای لپتاپت یا کامپیوترت هر کاری که ما الان انجام دادیم نگاه کن، پاز بزن، انجام بدید. اگر این کار انجام بدید راحت بهت بگم تمام صرافی تبدیل تو کفته. و از اون برم مقاله ما رو حتما نگاه کن، اون لینک رفرال رو بزن، چون 20% برای تخفیف کارمزد گرفتی. امیدوارم کلی سود و درآمد دلاری داشته باشی از صرافی تبدیل. کاغذ قلمتو بیار بریم سراغ آموزش. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه همراهای عزیز و گرامی مجموعه همیار کریپتو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به ویدیوی آموزشی جامع اپلیکیشن صرافی تبدیل که یکی از کاملترین، جامعترین و خاصترین صرافی ایرانی که علاوه بر اینکه کارمزد کمی رو داره، آپشن های معاملاتی بسیار زیادی رو برای ما ارائه میده. عزیز، پیش از اینکه در مورد این ویدیو صحبت کنیم بعد خدمتتون عرض کنم الان که دارم این ویدیو رو برای شما عزیزان میگیرم ایام میلاد با سعادت امام علی هستش و به نوبه خودم روز مرد رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. اما در مورد این ویدیو پیش از هر چیز ما برای اینکه در مورد کار با صرافی یاد بگیریم باید یک نکته مهم رو بدونیم عزیزان. در صرافی ها دیگه مثل تریدینگ ویو و تحلیل و این داستان ها نیست که اگه ما اشتباه کردیم بگیم فلان سرمون اشتباه کردیم، بلکه در صرافی ها ما مستقیما پول هامون درگیره و پیشنهاد میکنم بهتون که اصلا بدون علم وارد نشین. برای اینکه علم کامل کار با صرافی تبدیل رو داشته باشین وارد سایت همیار کریپتو میشین، در بخش آموزش صرافی، بخش آموزش صرافی تبدیل میریم و در اینجا ما میتونیم کامل بررسی بکنیم آموزش این صرافی رو 0 تا 100 ببینیم. ویدیو آموزشی جامع و کاملی که برای شما عزیزان قرار دادیم در مورد آموزش سایت این صرافی و نحوه احراز هویت و همچنین اپلیکیشن این صرافی ویدیو جامع و کامل برای شما عزیزان قرار دادیم که حتما ببینید، کامل یاد بگیرید و پس از اینکه کامل یاد گرفتین سپس اقدام به معامله کنین عزیزان. تا کامل یاد نگرفتین حتی 1000 تومان بردن توی صرافی ها رو قطعا برای خودتون باید حرام بدونید. در این حد اهمیت داره. و حالا که با هم دیگه این مقاله رو به صورت کامل خوندیم، بعد برای ثبت نامش به این علت که بتونیم کارمزدها رو کم کنیم و جوایز ویژه‌ای که قرارداد شده رو دریافت کنید، مثل دریافت بیبی دوج کوین و چند تا جایزه خاص دیگه، شما میین و از طریق این لینک ثبت نام تبدیل اقدام میکنین، روی این لینک کلیک میکنین و ثبت نام خودتون رو تنها با یک شماره تلفن و یک پسورد از طریق این لینک انجام میدین و تخفیفات و جوایز متعددی رو بهره مند میشین. حالا که با هم دیگه ثبت نام خودمون رو انجام دادیم، برای اینکه احراز هویت کنیم و توی این صرافی بتونیم فعالیت داشته باشیم بهترین انتخاب قطعا اپلیکیشنشه که داخل گوشی ما هست، همیشه با ما همراهه و در هر لحظه میتونیم ازش استفاده کنیم که با هم دیگه حالا بریم تو اپلیکیشن بینگ ایکس و بخش‌های مختلف این اپلیکیشن رو 0 تا 100 یاد بگیریم. خب عزیزان، با هم دیگه اومدیم روی اپلیکیشن صرافی تبدیل و حالا میخوایم بخش‌های مختلف این اپلیکیشن رو با هم یاد بگیریم. پیش از هر چیز اولین نکته که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که ما این آموزش رو از روی شبیه ساز اندرویدی در داخل سیستم پیش میریم، اما بهتون قول میدم هیچ تفاوتی با خود سیستم و گوشی شما نداره و میتونید با استفاده از گوشی دقیقاً همون کاری که ما انجام میدیم رو انجام بدیم. تنها تفاوتش اینه که ما اینجا نشانگر موس رو داریم که با این نشانگر موس هر جایی که ما کلیک کردیم شما در گوشی خودتون میتونید تاچ داشته باشین و با این اپلیکیشن کار کنید. قبل از هر چیز شما وارد این صرافی که میشین باید حتما احراز هویت داشته باشین. احراز هویت این صرافی رو ما قبلا انجام میدیم و میبینید همینطور که میبینید حساب من به صورت احراز شده است و مجددا امکان احراز هویت ندارم عزیزان. اما روش این احراز هویت اونقدر آسونه که به سادگی تمام به شما عزیزان آموزش میدم و بهتون قول میدم که هرگز امکان این که بخواید فراموشش بکنید یا بخواید مرحله رو اشتباه پیش برین نیست. ابتدایی که وارد میشی از شما میخواد احراز هویت کنین، یک کد ملی،
یک اطلاعات هویتی، نام خانوادگی میدین. در نهایت از شما یک شماره کارت بانک رو میخواد، استلام کارت شما رو میگیره و بعدش هم یه متن رو به شما میده. اون متن رو روی کاغذ مینویسید. لطفاً روی کاغذ که دارین اون متن مینویسید بزرگ بنویسید که بعدش که تو عکس میخواد بیفته بعد خوانا باشه. کارت ملی خودتون رو میگیرید کنارش و در نهایت عکس میگیرید. عزیزان دقت بفرمایید، متن که میخوایم بنویسید یک مشکل اساسی که متاسفانه هستش و خیلی افراد عکسشون رد میشه اینه که مچ دستهاشون دیده نمیشه، گردی صورت کامل نیافتاده و نکته مهمتر هم این هستش که برای خانم‌های محترم هم رعایت حجاب اسلامی لازمه برای تایید این عکس و به راحتی احراز هویت شما ظرف مثلا چند ساعت انجام میشه و شما میتونید تو این صرافی اقدام به واریز پول، برداشت رمز ارز و معامله کنید. پس از اون باید امنیت حساب خودمون رو تأمین کنیم که تأمین این امنیت حساب نکته بسیار مهمی. این کار عملاً اجباریه و برای که امنیت حساب خودمون تأمین کنیم میایم اینجا روی این کله آدمک میزنیم و در این بخش وارد بخش تنظیمات میشیم و در بخش تنظیمات یا امنیت ما میتونیم بیایم و بخش اطلاعات امنیتی که از این سرفصل میایم و تغییرش میدیم به امنیت و اطلاع رسانی و در اینجا میایم تایید 2 مرحله گوگل اتنتیکیتور رو فعال میکنیم. این نرم افزار گوگل اتنتیکیتور یه نرم افزار معمولیه که رو گوشیمون در کنار تبدیل رسم میشه. وقتی که ما میخوایم داخل این نرم افزار فعالیت داشته باشیم، یعنی در داخل نرم افزار تبدیل بیایم و معامله داشته باشیم، باید در ابتدا این گوگل اتنتیکیتور متصل شده باشه که میاد یک رمز یک بار مصرف، این رمز پویای بانک خودمون که برامون SMS میشه یا حالا توی نرم افزارهای رمز نت داریم، این نرم افزار میاد به ما رمز یک بار مصرف میده برای ورود، برای معامله، برای انتقال ارزهای دیجیتال. برای همه این نرم افزار لازمه. پس این هم از اتنتیکیتور. حالا که احراز هویت کردی وقتشه با شما عزیزان اتمام حجت کنم. عزیزان تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ حالتی حساب خودتون رو دست کسی اجاره ندین. به هیچ عنوان حساب خودتون رو دست کسی نسپرید. روزانه موردهای بسیاری ما مراجعه میکنن که افراد بهشون اومدن گفتن خب شما عزیزان تشریف برین برای ما اقدام کنید به خرید ارز دیجیتال. مثلا ما 100 میلیون تومان پول به کارت شما میریزیم، 10 میلیون تومان مال شما، 90 میلیون تومان بیاین ارز دیجیتال برای ما بخرید و انتقال بدین. و نکته‌ای که وجود داره اینه که این پول‌هایی که به حساب شما عزیزان انتقال داده میشه پول کثیفه، پولی که نتیجه کلاهبرداری، سرقت و دزدی هستش و بعداً شما میاین این پول‌ها رو ارز دیجیتال می‌کنید و از حساب شما خارج میشه. اما پلیس فتا قابلیت پیگیری ارزهای دیجیتال رو که نداره، چون هویت افراد در دنیای ارزهای دیجیتال مخفیه، بلکه میادش سراغ شما عزیزان و حالا شما باید اون پول‌ها رو به همراه یک جزای نقدی و یک مجازات خوب بپردازین. پس هرگز پول کسی دیگر رو وارد حساب صرافی خودتون نکنید. اگر دوستی آشنایی کسی 10 میلیون 20 میلیون ارز دیجیتال میخواد راهنماییش کنید، از همین طریق همین ویدیو بیاد خودش ثبت نام بکنه ارز دیجیتال بخره. نیازی نیست شما حتما این کار رو انجام بدید. خب در بخش خانه ما یک سری بخش‌های معاملاتی مختلف رو به ما ارائه میده. بخش خرید دلار، بخش انواع معامله، بخش تحلیل هستش، بخشی مخصوص به تاریخ واردها و معاملات اهرمدار که دونه بدونه با هم دیگه بررسیشون میکنیم. اینجا ما گزینه واریز رو اگر بزنیم میتونیم ارز دیجیتال یا تومن رو واریز کنیم. مثلا من میام اینجا تومن رو انتخاب میکنم که در اینجا تومن رو که انتخاب کنیم از اون که مبلغ رو به تومن وارد کنیم. عزیزان من اشتباه رو قبلا خودم کردم، می‌خواستم 500,000 تومان مثلا بریزم 5 میلیون تومان ریختم و به مبلغ رو به تومن بعد بزنید و بعدش هم ادامه می‌زنید، حساب بانکیتون انتخاب می‌کنید، درگاه پرداخت و واریز پول انجام میشه. و ارز دیجیتال هم میشه واریز کرد که واریز و برداشت ارز دیجیتال یک نکته بسیار مهمی داره و یک روش خاصی داره که ابتدا با هم دیگه بریم این صرافی رو کامل یاد بگیریم. یک نکته مهم در مورد نقل و انتقال ارز دیجیتال هستش که کامل بهتون اطلاع میدم. خرید آسانم که شما مستقیما ارز دیجیتال رو به تومن تبدیل میکنید یا تومن رو به ارز دیجیتال. برای شمایی که دارین این ویدیو رو میگیرید پیشنهاد نمیشه، اما اینجا رو اگه بررسی کنیم ما میتونیم تومن رو مشخص کنیم، بعد بیت کوین رو میخوایم مثلا یا هر ارز دیجیتال دیگه میخوایم انتخاب کنیم و سریعا ارزهای خودمون رو تبدیل کنیم یا مثلا ارزهای دیجیتال خودمون رو تبدیل به تومن کنیم و بریم یا خرید رو بزنیم حالا یا فروش رو بزنیم، ارزهای خودمون رو بفروشیم و به هر حال از این ویژگی‌های تبدیل ارزمون استفاده کنیم. یا حتی مثلا بیت کوین هامون رو به تتر تبدیل کنیم، یعنی اصلا تومنی در کار نباشه و
تبدیل ها از طریق ارز به ارز باشه. اما کلا این بخش رو خیلی پیشنهاد نمیکنم. یه کمی کارمزدهاش نسبت به اون کارمزدهایی که توی معاملات میگیره بیشتر. حالا هرچند اگر که با لینک همیار ثبت نام بکنید این بخش هم کارمزدهاش صفر میشه برای شما، نمیشه کارمزد صفر. اما به صورت کلی پیشنهادی که به شما عزیزان دارم اینه که از بخش معامله استفاده کنی، خیلی بهتره. حالا بریم سراغ بخش خانه یا همون بخش اولیه. خب ما در بخش خانه، اینجا در بخش خانه این ویژگی‌ها رو بررسی کردیم. بریم سراغ بخش بازارها. بخش بازارها ارزهایی که برای معامله وجود داره رو به ما نمایش داده که یک لیست بسیار کامل از ارزها داره. این واقعا ته نداره. اندازه صرافی خارجی که مثلا خیلی مطرح هستن ارز دیجیتال لیست شده. حتی ارز مثلا کیف پول تراسفال TWT، گالا، انجین نتورک، رپید بیت کوین، بعد و هر ارزی که شما دلتون خواهد، اصلا این لیست تموم نمیشه. برای همینه که میگم یک صرافی فوق العاده است و علتش اینه که همه ارزها رو داره، کارمزدش هم که تقریبا میبینین صفره و ایرانی هم هیچ مشکلی هم با ما ایرانی ها نداره. اینم از لیست ارزهاش. حالا بریم سراغ بخش اصلی این صرافی که مهمترین بخش هستش به نظر من، یعنی بخش معامله. در بخش معامله که مییم دو تا بخشیم که خرید آسان که صحبت کردیم در موردش، یکی بخش بازار معاملاتی که این بازار معاملاتی بخش اصلی که ما باید توی این ویدیو با هم بررسی کنیم. خب دوستان وارد بخش معاملات شدیم و در بخش معاملات ما سرفصل‌های مختلفی داریم: معاملات اصلی، معاملات اهرم‌دار، ربات‌های معامله‌گر و بخش خرید آسان. ابتدا سراغ بخش معاملات اصلی میریم. در بخش معاملات اصلی اینجا ما میتونیم ارز خودمون رو انتخاب کنیم. مثلا الان اینجا ارز تتر آورده که این قیمتش در حال حاضر 55621 تومان هستش و میبینیم لیست ارزهای مختلفی وجود داره. هر ارز دلمون بخواد رو میتونیم انتخاب کنیم، حتی تتریشو میتونیم تعیین کنیم یا تومانیشو تعیین کنیم. بعد یه ارز جالب هم اینجا داره، پکس چی. پکس چی دقیقاً همون اونس جهانی طلاه که مثلا یک پکس چی برابر با یک اونس جهانی طلا. مثلا من الان اتریوم کلاسیک رو انتخاب میکنم، حالا چون تحلیل شخصی داشتم روش دیدم وضعیتش مثلا الان خوبه و شاید حتی شما زمانی که این ویدیو رو میبینی خوب نباشه، اما مثلا خوبه، من میام برای خریدش و معاملش اینجا بررسی میکنم. بعد حالا وقتی میخوایم معامله کنیم اینجا نوشته خرید فروش. اینجا ما امکان معامله شورت یا همون ریزشی برای سود گرفتن از ریزش بازار رو نداریم. مثلا اینجا معامله فروش یعنی فروختن چیزایی که از قبل خریدیم عزیزان. پس در نتیجه یک خرید وجود داره، یک فروش یعنی فروختن چیزایی که از قبل داریم. پس اول کار باید بخریم. دو حالت برای خرید وجود داره، یکی حالت با تعیین قیمت، یکی حالت سفارش آنی. تفاوت این دو حالت اینه که در حالتی که ما سفارش آنی بذاریم در جا معامله انجام میشه و اصلا قیمتی تعیین نمیشه. ما فقط میگه چقدر بخرم، مثلا یک دونه بخرم، نصف دونه بخرم، یا میتونیم به دلار تعیین کنم، مثلا 10 تتر بخرم، 20 تتر بخرم، هر چی دلم بخواد، هر چی که بخوام میتونم اینجا بگم که مثلا خرید رو انجام بده و به همین قیمتی که الان هست میادش برای من خرید رو انجام میده یا فروش رو انجام میده. پس سفارشات و معاملات آنی در جا یا اصطلاحاً مارکت در قیمت حال حاضر انجام میشه و با سرعت معامله شکل میگیره. اما حالت بعدی حالت معاملات هستش که اصطلاحاً بهش میگیم با تعیین قیمت یا معاملات معین که اصطلاحاً به لیمیت هم معروف. در این حالت ما میایم علاوه بر این که تعیین میکنیم چه مقدار بخریم، مثلا 10 تتر، میایم قیمتش هم تعیین میکنیم. مثلا در قیمت چقدر بخرم، الان 23 من کاری ندارم، برای من بیادش و در قیمت مثلا 22 بخری، 21 بخری، اینجا جا داره برای تعیین. مثلا من میزنم 20، در قیمت 20 بیاد مثلا برای من چقدر بخره، مثلا $10 بخره. بعد اینجا میاد میشه مثلا نیم اتریوم کلاسیک و اینطوری میاد خرید رو انجام میده. حالا من برای نمونه مثلا میذارم شو حالت سفارش آنی و بعد اتریوم کلاسیک انتخاب میکنم، میذارم مثلا مقدارش یک دونه اتریوم کلاسیک و در جا خرید خودم رو انجام میده. میگم آیا مطمئنی شما از این معامله؟ بله مطمئنم. ببینید در بخش سفارش‌های فعال من هیچی نیومد. چرا هیچی نیومدش؟ علت این موضوع اینه که در بخش حالت خرید سفارش آنی در جا معامله انجام میشه. در حالت سفارشات لیمیت سفارشی قرار داده میشه برای معاملات آینده و تفاوتش به همین علته که در جا تو بخش سفارش فعال چیزی نیستش و در بخش سفارش های اخیر مثلا میگه الان شما اتریوم کلاسیک خریدین به مقدار یکی که خرید انجام شده و
این از بحث با تعیین قیمت و سفارشان. اما حد ضرر رو اصلا به شما عزیزان توضیح نمیدم. علتش اینه که اوسیو بهتره. حد ضرر میاد چیکار میکنه؟ میاد برای معامله شما یک حد ضرر تعیین میکنه که اگر به اینجا رسید بیادش با ضرر معامله شما رو ببنده. اما اوسیو میاد چیکار میکنه؟ اوسیو میادش هم حد سود تعیین میکنه هم حد ضرر تعیین میکنه. ولی یک سوال مهم وجود داره. قبل از هر چیز باید از خود بپرسیم من در قیمت حد ضرر یا حد سود دارایی هایی که دارم رو چیکار میکنم؟ آیا دوباره میخرم یا دارایی خودم رو میام میفروشم عزیزان؟ قطعا ما میایم در بخش OCO دارایی خودمون رو میفروشیم. پس اول باید بذاریم حالت رو روی فروش، بعد بیایم روی OCO. این اشتباه رو نکنید که تو حد ضرر تو دوباره بخوایم وقتی به حد ضرر میرسه آدم هر چی داره باید بفروشه، حالا هر چندم که ضرر کرده باشه. بعد اینجا باید قیمت هدف رو از اون میخواد. مثلا به چند دلار رسید، من بیام مثلا اتریوم کلاسیکای شما مثلا من 23 دلار خریدم، میگم مثلا 41 دلار. بعد میگه قیمت فعال چی؟ یعنی قیمت حد ضرر شما، یعنی قیمتی که دوست دارید. مثلا من 23 خریدم، میگم 19 و مثلا نیم حد ضرر من هستش. اما پله بعد اینجا چی باید بنویسیم؟ چون نوشته قیمت سفارش، یعنی میگه به این قیمت 19 و نیم که رسید سفارش حد ضرر شما رو در چه عددی قرار بدم که بتونه این حد ضرر اجرا بشه. قطعا ما نباید در قیمت بالاتری سفارش فروش بزنیم، باید در قیمت پایینتری بدیم. چقدر؟ یک کم پایینتر، مثلا 19 و نیم گذاشتیم 19 و 14 میذارم اینجا. و بعدش هم میگه مقدار چقدر، مثلا میگم 100%، یعنی کل مثلا اتریوم کلاسیک منو بیا بفروش، که میام برای فروشش اقدام میکنم که حالا چه حد ضرر برسه چه حد سود برسه، میاد معامله فروش من رو انجام میده. و به این صورت ما معاملات رو داریم. پس این از بخش معاملات. اما اینجا بخش دفتر سفارش ها، شاید به خودتون بگید یک سری سفارش هایی که گذاشتن توی صرافی چه اهمیتی داره. در اصل دو تا نکته مهم در این بخش دفتر سفارشات وجود داره. یکی این که توی این صرافی میتونید چک کنید ببین اگر مثلا 1/10 و نصفی و یه دونه وجود داره، خب قطعا این صرافی خوبی نیست، چون حجم معاملاتش کمه. اگر مثلا معاملاتش در حد 10 تا و 20 تا و 30 تا از ارزهای ارزشمند هستش، یا مثلا مثل بیت کوین مثلا 1-2 تا سفارش بیت کوین گذاشتن، این صرافی خوبیه. پس اینجا ما میتونیم حجم معاملات بالایی رو ببینیم. مثلا کوین 19 تا 900 تا 50 تا 900 تا 1800 تا، اینها نشون دهنده اینه که این صرافی خوبیه. این یک نکته دومی هم که وجود داره. یه چیز دیگه هم میشه در مورد این صرافی متوجه شدش. دقت کنید عزیزان، من الان اینجا دفتر سفارشات آوردم. اگر من بخوام یک دونه اتریوم کلاسیک کامل رو بخرم، اولین کسی که حاضره به من بفروشه در قیمت 23 دلار و 15 سنت، و من اگر یک اتریوم اینا شدش 23 و 42 و یک اتریوم کلاسیک کامل بخرم 23 و 42 میخرم. 23 و 42 یک اتریوم رو پرداخت خریدم. خب باشه، یک دونه کارمزد کمی هم وجود داره که خب اونم میپردازم، هیچی، سر جای خودش. اما اینها فقط کارمزده. اگر بخوام این اتریوم کلاسیکی که خریدم رو به اولین خریدار بفروشم، چند میخری؟ 22.82. 23.42 خریدم، 22.82 میخرن ازم. یعنی چی؟ یعنی حدودا نیم دلار ضرر کردم در یک اتریوم کلاسیک کامل. نیم دلار آدم میاد ضرر میکنه. حالا نیم دلار نه، اصلا 20 سنت 30 سنت میاد ضرر. خب در 20 دلاری که ما داریم هزینه میکنیم مبلغ واقعا ناچیزیه و با یک حرکت کوچیک قیمت این ضرر جبران میشه. اما اصلا اسم این ضرر اصطلاحاً به این اختلاف اولین فروشنده و اولین خریدار در بازار مالی گفته میشه اسپرد. اسپرد یعنی اولین خریدار و اولین فروشنده در بازار مالی. این اسپرد در حالت عادی همون نیم دلار، 1 دلار، 2 دلار ایناست. حتی مثلا تو بیت کوین که بریم مثلا مهم نیست، مثلا 20000 دلار داره میده، مثلا طرف یک بیت کوین میخره 40000 دلار میده، یک بیت کوین میخره بعد بخواد مثلا 1 دلار مثلا اسپرد بده، اهمیتی نداره واقعا. وقتی مثلا بخوای شما مثلا 1/10 بیت کوین بخری، قطعا به همون نسبت اون 1 دلار کم میشه. اما یک نکته مهم پشت بندش وجود داره عزیزان. اسپرد مثل کارمزد نیست. اسپرد رو صرافی تعیین نمیکنه، عرضه و تقاضا تعیین میکنه. اصطلاحاً به اسپرد میگن قاتل خاموش بازارهای مالی. چرا؟ علتش اینه که اسپرد ثابت نیست. خیلی نکته مهمی. اسپرد متغیره و در زمانی که اخبار مهم
برای بازار ایجاد میشه و میادش، خب ما مطمئنا اتفاقات مهمی داریم. اولین اتفاقی که میفته چیه؟ هیجان تو بازار میره بالا و وقتی که هیجان تو بازار میره بالا، اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجایی که هیجان تو بازار میره بالا، بعد اسپرد زیاد میشه. اینجا دیگه $1 $2 نیست، $100 $200. $100 $200 رقم وحشتناکیه، دیگه نمیشه اون زمان معامله کرد. پس در نتیجه تمام این صحبتایی که داشتم اومدیم اینجا، اگر دیدیم اسپرد زیاده، مثلا اینجا چند 25، اینجا چند 15، یه اسپرد زیاد داریم، اونجا معامله نکنید. حتی اصلا موقعیت معاملاتی فوق العاده عالی هم باشه، معامله نکنید عزیزان، چون معامله کردن یعنی درجا ضرر سنگین کردن. و به دلیل اسپرد همیشه حواستون به معامله باشه. در زمان اخبار مهم اقتصادی معامله ممنوع عزیزان. هر چندم که اصلا یک جاهایی بگن اسپرد این مثلا ارز ثابته، بازم بحث اسپرد مخفی همون اسلیپ پیج تولرانس داریم که اصلا این داستان خاصی داره و پیچیده است، نمیخوام وقتتون بگم، اما خلاصش کنم بهتره به معامله روش نپردازیم. این از بخش معاملات اصلی. سفارشاتمون و معاملاتی فعال داریم و این داستان هم اینجا نشون داده میشه. بریم سراغ معاملات اهرم‌دار. تفاوتی که معاملات اهرم‌دار با معاملات واقعی داره اینه که میادش و یک اهرمی به معاملات ما میده. اهرم یعنی چی؟ اهرم یا ضریب یا اصطلاحاً خارجیش میشه لورج، درصد سود و درصد زیان ما در معاملات رو چند برابر میکنه. و این درصد سود و درصد زیانی که در معاملات چند برابر شده، خب ما اگر مثلا 10% سود کنیم با اهرم 10، یعنی چند درصد سود کردیم؟ یعنی 100% سود کنیم. 10% اگر ضرر کنیم با اهرم 10 یعنی چی؟ یعنی 100% ضرر کردیم. عزیزان معاملات اهرم‌دار رو تا وقتی یک تریدر کامل نشدین و تا وقتی که استراتژی معاملاتی اختصاصی خودتون رو ندارین، بک تست نگرفتین و 100% اطمینان از سودسازی اون ندارین، واردش نشین. این بخش شوخی نیستش. این بخش باعث میشه که شما ضررهای سنگین کنین. در این بخش صفر شدن داریم و ریسک های بالا. پس بهتر از معاملات اهرم‌دار تا وقتی حرفه‌ای نیستیم بپرزین. در اهرمش هم خودمون تعیین میکنیم. اینجا مثلا 10 ما میتونیم بذاریم مثلا 1 2 3 و نیم، هر عددی که دوست داریم 4 و خودمون تعیین کنیم و اعمالش کنیم و با دوره ضریبش میاد روی 4. معاملاتش هم همونه، با تعیین قیمت، سفارشات آنی که وجود داره و به همین صورت میتونه معاملات انجام بشه. فرقی نداره، فقط فرقش وجود اون اهرم است. و یک چیز دیگه هم یادتون باشه، این رو هم برادرانه بهتون میگم عزیزان، در بازار مالی معاملات اهرم‌دار خیلی رواج داره، اما در صرافی‌های ایرانی به تازگی اومده این اتفاق رونمایی شده و بهتره که خیلی معاملات سنگینی در صرافی‌های ایرانی در بخش معاملات اهرم‌دار انجام نشه. چرا که ریسک بسیار بالایی رو به شما تحمیل میکنه. مثلا اینجا ما بخوایم یک معامله انجام بدیم با حجم حتی مثلا $1000 به نظر من سنگینه. بیشتر از هر معامله $100 در بخش معاملات اهرم‌دار هر صرافی ایرانی که باشه پیشنهاد میکنم، مگر صرافی‌های جهانی. و این هم نکته دیگه که در مورد این صرافی لازم بهتون میگم، این معاملات و پوزیشن‌های شما رو میاد اینجا نشون میده. میتونیم ببندیم، میتونیم دارایی خودمون انتقال بدیم، میتونیم که معامله کنیم یا حتی معاملات معمولی داشته باشیم. بخش بعدی بخش ربات‌های معامله‌گر. ربات‌های معامله‌گر چیزیه که خیلی توسط صرافی‌ها تبلیغ میشه. چی به ما میگه؟ میادش به ما میگه که مثلا این ربات هایی که ما داریم اگر بیاد مثلا اینقدر سود کنه، اینقدر مثلا معامله کنه، از طریق مثلا هوش مصنوعی، مثلا از طریق مثلا دستی تنظیم میشه، یا ربات های فعال این سود سالیانه رو مثلا به ما میده. این ربات های برتر هم این ربات هایی که وجود داره رو ببینیم. دقت کنید الان مثلا درصد سودش مثلا 11%، مثلا درصد سود سالیانش میشه 118%. بعد 34 روز داره فعالیت میکنه و سودی که تا الان داشته 11% بوده. اینجا این سود دیگه‌ای که داشته مثلا چقدر بوده؟ 9% بوده. بعد و 30 روز عمر داشته. یادتون باشه بازار ارزهای دیجیتال کلا بازارهای مالی رو کی میسازه عزیزان؟ ما معامله‌گر. حالا یکی پول داره برای بانک ترید میکنه، یکی دیگه پول نداره میادش و برای مثلا خودش ترید میکنه و
فرقی نداره، به هر حال انسان میسازتش. وقتی انسان میسازش یعنی چی؟ یعنی انسانه، یعنی بی‌نظمی ها و اشتباهات انسانی درش داخله. و ربات های معامله‌گر رو صادقانه بهتون بگم اغلب قریب به یقینش رو من هم تو بازار بسیار پرنظم بسیار پرحجم فارکس اومدم تست گرفتم و هم تو بازار فوق العاده سودساز ارز ایجاد که اومدم تست گرفتم، در نهایت شاید یه مدت 1 ماه 2 ماه 3 ماه سود میدادن، اما در نهایت ضررساز بودن. و پیشنهادی که به شما عزیزان داریم اینه که این ربات‌ها که عمرشون اینجا نوشته شده، اگر دیدین رباتی به طور میانگین حدود 8%، اگه رباتی خیلی سودساز باشه مثلا بیاد بنویسه مثلا سود مثلا 200% ماهیانه، اون هم زیاد جالب نیستش. و اگر دیدیم به طور میانگین حدود 8% تا مثلا 10-12% سود رو داشتهش در ماه و عمر ربات هم بیش از 6 ماه بود، اون ربات ارزش معامله داره و ارزش پول گذاشتن داره. اول پول کمی بذارین و بعد از 1 ماه ذره ذره زیادش کنین و سعی کنین در قدم اول اصل پولتون رو خارج بکنین و هرگز اصل پول روی این ربات‌ها نباشه. شاید این سود سالیانه رو داره تخمین میزنه، اما اومدیم این ربات توی یک دوره مثلا افتاد روند بازار عوض شد، یهویی ریخت، بعد اونجا میاد مثلا یک ضرر سنگین به شما میده. بعد ضررهای مرکب رو هم حساب کنید، نه فقط سودهای مرکب. به این فکر کنید که اگر شما 80% 90% ضرر کنید باید 1000% سود کنید تا جبران بشه. بعد اون سود رو چطوری میخواین جبران کنید؟ خیلی سخته. پس به این نکته هم توجه داشته باشید. و به طور کلی مجموعاً میخوام بهتون بگم در کنار ویژگی‌های فوق‌العاده عالی که این صرافی داره، ربات‌های معامله‌گرش اصلا به شما عزیزان پیشنهاد نمیشه. و در بخش آخر هم که در بخش معاملات این صرافی وجود داره، بخش خرید آسانه که با هم دیگه بررسیش رو داشتیم. و اما کیف پول، در بخش کیف پول ما قرار شد با هم دیگه بررسی نحوه نقل و انتقال ارزهای دیجیتال بپردازیم. مثلا اینجا اتریوم کلاسیک داریم، الان تتر داریم، می‌خوایم نقل و انتقال بدیم، مثلا این اتریوم کلاسیک رو انتخاب می‌کنم. بعد ما اینجا امکان واریز و برداشت داریم. وقتی که ما می‌خوایم تو دنیای واقعی یک ارز دیجیتال رو انتقال بدیم، بعد نکته‌ای که وجود داره چیه؟ ما میایم چی رو تعیین می‌کنیم؟ میگیم که تو دنیای واقعی مثلا می‌خوایم پول منتقل کنیم، میگیم شماره کارتو بده، همین. پول رو هم که مشخصه دیگه، تومان می‌خوایم منتقل بکنیم. اما در دنیای ارزهای دیجیتال این داستان نیستش. وقتی که ما می‌خوایم یک ارزی رو انتقال بدیم، مثلا برداشت میزنیم، مثلا این برداشت معمولی داره داخلیش که هیچی، اصلا نه کارمزدی داره نه هیچ داستانی سخت نیست. اما برداشت واقعی ارز دیجیتال به صرافی خارجی می‌خوایم انجام بدیم، اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا اینجا اجازه انتقالش رو نمیده. مثلا ما تتر رو بریم تست کنیم، بعد اینجا نکته‌ای که وجود داره در موردش اینه که باید هم ارز رو انتخاب کنیم هم شبکه نقل و انتقال اهمیت بسیار زیادی داره عزیزان. اگر شبکه رو اشتباه انتخاب کنید در نهایت باعث از بین رفتن پولهای شما در شبکه میشه. یعنی اگر میخوایم واریز و برداشت انجام بدیم، هم واریز کننده و هم برداشت کننده بعد روی یک شبکه ست بشه. اینجا شبکه ها رو نوشته، شبکه TRC20 کارمزد $1، بعد این شبکه سریع معمولی هست، شبکه BP20 که خیلی سریع تره و خیلی به روز هستش که این صرافی داشت، اما خیلی صرافی شاید امروز ازش حمایتی نداشته باشن و خیلی مناسب نیستش، هرچند به روز هستش و آینده هستش. بعد شبکه پلیگون که فعلا بسته شده و شبکه ERC20 خیلی کارمزدش سنگینه، شبکه قدیمی و دموده‌ای است. من خودم شبکه TRC20 رو بهتون پیشنهاد میکنم و میگم وقتی که میخواین تتر انتقال بدین باید حتما 3 تا نکته رو دقت کنید، 3 تا تی رو بررسی بکنید. تی اول کلمه تتر، تی اول شبکه TRC20 که انتخاب کنید و تی سوم ابتدای آدرس ها هستش. آدرس های TRC20 معمولا با تی شروع میشن. بریم اینجا واریز تتر رو بزنیم تا به شما عزیزان نشون بدم. دقت کنید، من اینجا تتر رو انتخاب میکنم، واریز میزنم، بعد میگه شبکه رو انتخاب کن، میذارم مثلا شبکه TRC20. ببینید معمولا شبکه درخواست آدرس کیف پول رو که بزنیم، اینجا برای ما آدرس کیف پولمون رو ایجاد میکنه و بعد که آدرس کیف پول رو برای ما ایجاد کرد، ببینید معمولا با تی شروع میشه آدرسش. این آدرس رو کپی میکنیم به اون جایی که میخوایم برداشت انجام بدیم. پس 3 تا نکته رو بعد یکسان باشه: 1 آدرس، 2 نوع ارز و 3 شبکه. این 3 تا رو با هم دیگه یکسان که بکنید شما میتونید از نقل و انتقال ارز ایجاد کنید، وگرنه ارزهای شما در شبکه گم میشه و از بین میره. پس به این نقل و انتقالاتتون خیلی دقت کامل داشته باشید. تاریخچه های شما رو هم میتونید اینجا ببینید، تاریخچه سود و زیان، تاریخچه معاملات، واریز و برداشت و هر بحث دیگه که داشته باشین در اینجا نمایش داده میشه عزیزان. و به صورت کلی این صرافی که در عین این که در سادگی ساخته شده
کاربردهای ویژه‌ای داره و بخش‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم. گاهی اوقات جشنواره‌ای میذاره در بخش جایزه میتونیم بررسی بکنیم. بعد اگر می‌خوایم آموزش ببینیم اینجا مثلا میتونیم تو بخش تازه واردها یا چی بخرم. بعد ربات‌های معامله‌گر و اینها هم دسترسی سریع اینجا برای ما گذاشتیم. اما به صورت کلی شما 0 تا 100 این صرافی رو آموزش دادین عزیزان و شما میتونید الان توی این صرافی اقدام به معامله داشته باشین. هر سوالی داشتین، نکته‌ای بودش و بحثی بود، شما عزیزان میتونید با ما مطرح کنین. امیدوارم که شاد، موفق و پیروز باشین. فعلا خدا نگهدارتون.